سلام دوستان عزیزم، امیدوارم عالی باشید. مقدم هستم. دوخت و رنگ بغلی این طرح رومیزی 30 سانتی رو داریم که دایره هست و کاربرد تابلویی، رومیزی و کوسن داره. برای مرکز گل باید گل رو تقسیم بندی کنید. دایره وسط رو که آموزشش رو قسمت‌های قبلی براتون گذاشتم میتونید مراجعه کنید. ساق دوزی بعدی زرد هست که براتون یه مقدارش رو تکرار میکنم و میدوزم برای اونایی که از اینجا شروع کردن به دیدن ویدیوها. نخ رو از تار و پود پارچه رد میکنید. سر نخ پیدا نباشه. اولی نصفه، دومی سوراخ قبلی. نخ به طرف خودمون کشیده میشه. نخ پایین، سوراخ قبلی به طرف خودمون کشیده میشه. روی خط میدوزیم و جلو میریم. سوراخ قبلی، نخ پایینه و به سمت خودمون حالا میرسیم به ساق دوزی که قبلا انجام دادیم و میخوایم تمامش کنیم. باید کوک بعدی رو بدیم زیر این کوک قبلی اینجا و سرقایم میکنیم. به این صورت تا اینجا. خدا نگهدار.